ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب کاظمی صاحب بزرگوار و بینندگانی که ما را از طریق افغانستان اینترنشنال بیننده هستند تقدیم می کنم. سپاسگزار خداوندم که برای من فرصت داده تا در حضور شما بزرگان بایستم. با استحضار می رسانم جناب کاظمی صاحب که ما برای نخستین بار در جهان یک چارچوب جامعه علمی پرکتیک تیوری را به عنوان یک چتر امریلا ارائه دادیم که تمام فدراسیون های مستقل بین المللی هرچند که تا به اکنون به صورت جداگانه عمل می کردند بتواند تحت یک نظارت علمی فلسفی جامع قرار گیرد. ما این برند را به عنوان یک بنیان جهانی ثبت کردیم تا اصول حقیقی ورزش، هنرهای رزمی، ورزشهای رزمی، ورزشهای المپیکی، غیر المپیکی را به شکل پایدار علمی و استاندارد تحت کنترل همیشگی در تمام سطوح جهانی حفظ کنیم. آغاز برنامه ما مرحله به مرحله. ما در اوایل سمینارها، جلسات در ریاست عمومی کمیته تربیت بدنی المپیک داشتیم که با چالش های روبرو بودیم. بعد با جواز وزارت عدلیه تحت عنوان اتحادیه ملی ورزش های افغانستان با همکاری فدراسیون بین المللی المپیک، فدراسیون جهانی ورزش های رسمی، فدراسیون جهانی تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه جهانی تربیت بدنی و ورزش، چندین سمینارها را در افغانستان به شکل علمی فلسفی بخش تکنیک و پرکتیک تیوری برگزار کردیم. بعدا ما با همکاری با نیروهای پلیس و نظامی بخش قماندانی قوای هوایی افغانستان چندین دوره سمینارهای علمی داشتیم. بعدا با همکاری فدراسیون بین المللی المپیک، فدراسیون جهانی ورزش‌های رزمی در ایران 3 دور سمینار برگزار کردیم که بخش هنرهای رزمی، ورزش‌های رزمی مدرن و بخش در حوزه های ورزش های محلی سمینارهای علمی و فلسفی داشتیم. بعدا یک سمینار مستقل در ترکیه داشتیم تحت عنوان فدراسیون جهانی ورزش. بعدا چندین سمینارهای در جنوب آسیا در